بیاین یه دفعه دیگه به نمایندگی از کشور زیبای تاجیکستان میخوان یک شعر به ما هدیه کنن. بفرمایید. طلبا هم زبانان خود را به کشور خود خوش آمدید میگن. واقعا ما هم خوشحالیم که هم زبانان ما به کشور ما میآیند. غزل از حافظ شیرازی. الا یا ایها الصافی ادعو حسن و نامها که عشق آسان نبود اول در افکار مشکلها و بوی راحه خاطر تبارکان شدن شاید با سر مشکلم چه خود افکار در اینها مرا در منزل جانان چه امن و عیش تو کردم جرس فریاد میدانم که برگرده محبوبها و می سجاده را بیکن گرت پیل مغان گوید که سالک به خبر رود زیرا رسم منزلها شبیه تاریخ و بیم موج و گرداب چنین حالی کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها همه کارم ز خودکامی و بدنامی کشید آخر نهان کی ماند آن رازه کز او سازند محفلها زور اگر که میخواهی از او باوی مشو خواهی و تا ما تا که من تقوا در این دنیا فهمیها. و شما حالا شما تنها بخوام میخوام بذارم برای رادیو تلویزیون هستم بیا بریم نه دیگه بگم بذار تنها با بخوام همین چه تنها بیا و شما وایسید ایشون وایسه وسط وایسا اینا وایسا وسط بچه بخواین یه خود اینجوری وایسیم توی این چمن ها حالا اینجا بهتره احسن کجا رفتن اینا یه کدوم پس بیاییم این بر ایشون میخواد بخونه دیگه اگه یک 4 تا کتاب نیستیم حالا هستیم بخواه در چشمه من تو دست کنم وطن در چشمه مهرت دلم را شستشو کردم ز قلبی پاک بختی بیگزندت آرزو کردم اگر چشمم بر رویت خیره شد امروز معذورم بسا شبهای غربت اخترت را جستجو کردم نشانی از تو دیدم هر کجا با مهر فرزندی ببوسیدم نهادم روی چشم خویش رو کردم برای روز فیروزت و تدبیر سلیمانی و آن فیروز ایروزت نشستم گفتگو کردم تو دیدم هر زکوی با قضاوت پاره خواهد کرد و موی کیف خود چاک دهانش را رفو کردم ز پیرانت دعا جستم ز طفلانت ضیا جستم و اشک رحمت و لبخند مادرها نمو کردم الا قلب خراسانم همان خورشید گردانم که از 6 سوی عالم سوی خورشید فرو کردم. خیلی قشنگه خیلی همیشه من دست من نمک نداشتم چون دستش هم نمک نداشت ضمن اینکه آقای ایمنی هم هست چی گفتی آقا قربان افش؟ صدا نیومد